بانو هایده متولد 21 فروردین ماه سال 1321 در تهران خواننده موسیقی پاپ و سنتی ایران بود. با صدایی که به ارث برده بود از مادرش و با الگو از دلکش به موسیقی روی آورد و خیلی زود ازدواج کرد. اما به خاطر بیماری دیابت در سن 47 سالگی چشم از جهان فرو بست. میخوای بدونی توی این آخرین ساعت زندگی بانو هایده چه اتفاقاتی افتاد؟ و میخوای بدونی هایده در اون لحظه ها با چه کسی تماس گرفت؟ نام اصلیش معصومه ددبالا متولد خیابون عین‌الدوله تهران بود و تنها یک خواهر کوچکتر از خودش به اسم مهستی داشت. همونطور که از نام خانوادگی ترکی خانم هایده مشخصه، پدرش اهل تبریز و مادرش از ترک‌های مهاجر از کشور بلغارستان بود. مادرش خانم زینب بلغاری مولودی خان سفره‌ها و مراسم مذهبی بود و هایده به همراه خواهرش اغلب در کنار مادرش در این مراسم‌های مولودی خانی شرکت می‌کرد. هایده در سال 1334 وقتی که 13 ساله بود ازدواج می‌کنه که ثمره اون 3 فرزند به نام‌های کامران، کیوان و یک دختر به نام خانم کیانوش هست. کامران فرزند بزرگتر رو در 14 سالگی به دنیا میاره و اون زمان اونقدر کم سن و سال بود که مادر بزرگش در فرزندداری به او کمک میکرد. در سال 2009 پژمان اکبرزاده فیلم مستند 100 دقیقه‌ای به نام سخن از هایده درباره فعالیت‌های هنری و آثار این هنرمند ساخت که اولین بار در آمستردام اکران شد. بعد از اکران این فیلم اتفاقات عجیبی پیش میاد، اما قبل از اینکه بریم سراغش برای من یک کار جذاب بکن. لطفاً این ویدیو رو لایک کن. حدود 7 سال پیش زمانی که در حال ساخت فیلم مستندی درباره هایده بودم، به آخرین گفتگوی او برخوردم. گفتگویی که 1 هفته پیش از درگذشت نابهنگامش توسط مجله جوانان در لس آنجلس انجام شده بود. هایده در آن گفتگو علیرغم مشکلات جسمی از کسی در زندگی سخن میگه که وجودش به او انرژی تازه‌ای داده و زندگیش رو دگرگون کرده. پروژه مستند به پایان رسید، اما علیرغم یافته‌های بسیار هیچگاه برام روشن نشد که اون فرد کی بود و اگر او را پیدا می‌کردم چه حرفی برای گفتن داشت. چند سال گذشت تا اینکه ایرج از ساختن این مستند باخبر میشه و در یک پیغام 1 خطی برای من مینویسه اگر میخواهید درباره هایده بیشتر بدونی با من تماس بگیر. حدس من درست بود. ایرج همون رویای زندگی هایده بود که هیچگاه برایش به حقیقت نپیوست. هایده در 20 ژانویه 1990 در سن 47 سالگی در آمریکا درگذشت و ایرج سالهاست که با خانواده‌اش در آلمان زندگی میکنه. درگذشت ناگهانی هایده چنان تأثیری بر او گذاشت که دیگه هیچگاه نخواست از خواننده افسانه‌ای ایرانیان چیزی بگه یا بشنوه. 25 سال از نبود هایده گذشته، ولی او میگوید هنوز هم نمیتوانم یکی از ترانه‌های هایده را کامل گوش کنم. ایرج با افسوس زیاد سالهای آغازین زندگی هایده در تبعید رو به یاد میاره و میگه زمانی که برای سفر به آلمان اومد او را پیش دکتر خودم بردم که پروفسوری شناخته شده در بیمارستان شهر ما بود. هرچه مربوط به وضعیت جسمی هایده بود رو برای پروفسور گفتم و البته کارهایی که در زندگیش میکنه. دکتر گفت به این خانم بگویید این کارها را نکنه وگرنه اتفاقهای خیلی بدی در انتظارشه و از صحبتهای دکتر تا درگذشت هایده 7-8 سال بیشتر طول نکشید. ایرج که از سالهای جوانی در ایران هایده را میشناخت به محبوبیت فراوان او اشاره کرد و گفت علیرغم این موضوع در زندگی خصوصیش کسی نبود که از هایده با این روحیه حساسی که داشت مراقبت کنه. هایده از شدت ناراحتی‌هاش پناه می‌برد به الکل و مواد مخدر، در صورتی که به دلیل داشتن دیابت و ناراحتی قلبی هر دو براش سم بود. سم. هایده در زندگیش با همه یک رنگ بود، ولی اغلب نارو می‌خورد. حالا میخوای بدونی آخرین ساعتهای زنده بودن بانو هایده چه اتفاقاتی افتاد؟ پس با من همراه باش تا در انتها این راز رو برات بگم.
هایده هیچگاه فکر نمی‌کرد که انقلاب 57 شرایط ایران را به گونه‌ای دگرگون کنه که او هیچگاه نتونه به کشور برگرده. ایرج هایده را در اون دوران عمیقاً دلتنگ توصیف میکنه و میگه در اون سالها یک مدل ماشین کورسی به بازار اومده بود که هایده مرتب میگفت راه که باز شد یکی از همین ماشین‌ها رو میخریم و زمینی به ایران میریم. پسرش کامران هم در اون سفر با ما بود. من سر به سر هایده میگذاشتم و میگفتم ماشین کورسی به درد تو نمیخوره، تو باید با کامیون بری. دائما خودخوری میکرد. این اواخر گاهی روزی 20 قرص میخورد. یکی برای فشار خون، یکی برای قند، یکی برای قلب. که من سر به سرش میگذاشتم و میگفتم بهتره بری توی داروخونه زندگی کنی. هر وقت که هر کدومو خواستی برمیداری و میخوری. میخندید و میگفت هر بار که به تو زنگ میزنم شاد میشم. بعضی وقتا خیلی ناراحت بود. روزی چند بار زنگ میزد. ایرج هایده رو زنی بسیار تنها میدید که البته رفتارهای ظاهریش این رو نشون نمیداد. او گفت مردم هایده رو روی صحنه میدیدن که خیلی سرزنده است، ولی کسی از درونش خبر نداشت. فکر میکنم اگر من زن و بچه نداشتم هایده الان زنده بود، چون من مخالف بیشتر کارهاش بودم. ایرج خاطرات آخرین سفر هایده به آلمان 1 سال پیش از فوتش رو به یاد میاره و میگه در سفر گاهی شروع میکرد به خوندن. من باز هم سر به سرش میذاشتم و میگفتم ببین 5 مارک میدم یه نوارت رو میخرم. هر وقت خواستم گوش میکنم. قشقش میخندید و میگفت همه آرزوشونه که من براشون بخونم، بعد تو میگی نخون. به من گفت تو بعد از مرگ من میفهمی چی رو از دست دادی. در ژانویه 1990 هایده برای اجرای 2 برنامه به شمال کالیفرنیا دعوت شد. ویدیوهای پراکنده‌ای که از اون شب پخش شد، هایده رو به طور خاص در بخش پایانی برنامه بسیار بیقرار نشون میداد. ایرج اون روز رو به یاد میاره و آخرین باری که از راه دور با هایده صحبت کرده بود رو و گفت زنگ زد. گفت برای یک برنامه به سانفرانسیسکو اومده. گفت قلبش درد میکنه. عصبانی شدم که چرا به دکتر نمیره. قول داد که بعد از برنامه به بیمارستان بره. فردای اون روز یکی از دوستان مشترک من و هایده تلفن کرد و پرسید از هایده چه خبر؟ همین که این رو گفت من حد زدم که باید اتفاقی افتاده باشه. پرسیدم چیزی شده؟ گفت رادیو BBC اعلام کرده هایده فوت کرده. ایرج گفت خبر را باور نمی کردم. بلافاصله به خانه هایده زنگ زدم. گوشی که برداشته میشه صدای گریه میاد و میفهمه که خبر واقعیت داره. میگوید تا دقایقی نمیتونستم از سر جام تکون بخورم و با صدای همسرم به خودم میام که پرسید چرا اینطوری شدی؟ همسرم به من گفت برو آمریکا. گفتم اصلاً دوست ندارم برم. اگر به اونجا برم باید کسانی را ببینم که باعث مرگ هایده شدن. تنها از یکی از دوستانم در لس آنجلس خواهش کردم که یک دسته گل سرخ بر سر خاک هایده بگذاره و هیچ یادداشتی هم روش ننویسه. بعدها هم هیچگاه حاضر نشدم بر سر خاکش برم و هنوز هم نمیتوانم باور کنم که از دنیا رفته. حرفهای هایده درست از آب در اومد. وقتی که رفت من یک باره خالی شدم و فهمیدم چه چیزی را از دست دادم. هایده در وست‌وود در لس آنجلس به خاک سپرده شد. مکانی که هنرمندانی چون فرانک زاپا و مرلین مونرو رو در خودش جا داده. در مراسم تدفین بانو هایده نزدیک به 20,000 نفر شرکت کردند تا جایی که پلیس شهر ابتدا فکر کرد ایرانی‌ها دست به شورش زدن و آماده باش اعلام میکنه، اما بعداً متوجه موضوع میشه. به نظر شما بهترین آهنگ‌های بانو هایده کدومه؟ برام توی کامنت ها بنویسین.